Hi guys, салом дӯстон, хушомад ба канали Тоҷик Академия. Хоб агар бори аввал бошад, ҳатман дар канали мо ОБУНА ШАВЕД, дарсхои хуб аст, ҳатман истифода кунед. Ва мисли ҳар вақта мо давом медиҳем дарси забони англисиро Муколамаи, яъне хоб ҷумлаҳое ки мо ҳар рӯз не, хоб дар зиндагии мо зиёдтар инҳо дар кор мешаванд. хоб як мисоле ки мо метавонем бигӯем ки вай худашро хуб, ё ки савол диҳем ки вай худашро чӣ хел ҳис мекунад. How, чӣ хел, how ин чӣ гуна мешавад. How does she feel? How does she feel? вай худашро чӣ хел ҳис мекунад. Агар дар ҷавоб бошад ки вай худашро хуб ҳис мекунад, чӣ мегӯем? She feels good. Good. She feels good. вай худашро хуб ҳис мекунад. خب مثال سیم اگر بگویم که وای چی میخواهد خرد. What مثلا what این سوالی است. وای چی میخواهد خرد. What does she want to buy. What does she want to buy. وای چی میخواهد خرد. اگر در جواب باشد که وای میخواد یک ماشین خرد، چی میگیم؟ she wants to buy a car. وای میخواد یک ماشین خرد. خب پنجم مثال میتوانیم در پنجم گوییم که سوال دیم که آیا وای حس میکند که آیا وای فکر میکند که او خودش را خوبتر حس میکند، یعنی یک دختر فکر میکند که یک بچه دیگر خودش را خوبتر احساس میکند. خب چی میگیم؟ does she think. آیا وای فکر میکند که that he feels better. آیا وای دختر مثلا شخص سیم جانشین، آیا وای فکر میکند که او پسر احساس میکند، یعنی حس میکند خودش را خوبتر، better. Does she think that he feels better. خب ششم مثال میتوانیم گوییم که آیا والدین تو به تو کمک میرسونند. اگر چه سوال دیم چه خیل do your parents help you. آیا والدین تو به تو کمک میرسونند. Do your parents help you. خب مثال در جواب باشد که نه من این رو نمیخواهم. No, I don't want it. من این رو نمیخوام. مثلا من نمیخوام کمک کنم. No, I don't want it. خب اگر مثلا یک سوال دیگه، من سعی میکنم که کمک کنم آنها رو. I try. من سعی میکنم، کوشش میکنم to help، تا اینکه کمک رسونم them، آنها رو. them. I try to help them. من سعی میکنم که آنها رو کمک رسونم. خب مثال نه چی میتوانم گویم؟ خب اگر بگویم که آیا شما خطاگی میکنید هنگامی که صحبت میکنید با انگلیسی، چقدر سوال میدیم و این خیلی هم خوب است اگرش میدانید. Do you make mistakes when هنگامی که when you speak. خب Russian اگر بگیم زبان روسی را Russian. خب سوال Do you make mistakes when you speak Russian. آیا شما خطاگی ها میکنید هنگامی که صحبت میکنید با روسی. خب بچه‌ها mistakes یعنی من نیا که آیا شما خطا میکنید هنگامی که صحبت میکنید با روسی. اگر یک خطاگی باشه a mistake میشود. Do you make mistakes when you speak Russian. آیا شما خطاگی میکنید هنگامی که صحبت میکنید با انگلیسی یا روسی. انگلیسی مختلف نه.
10. خب اگر در جواب باشد که من فکر میکنم کم خطاگی، اما من میخواهم که صحبت کنم زبان روسی را به یگان خطاگی. خب چی میگویم؟ I think, I make، من میکنم کم خطاگی، some mistakes، but، اما، but I want to speak Russian به یگان خطاگی without mistakes. I think I make some mistakes, but I want to speak Russian without mistakes. من فکر میکنم من کمی خطاگی میکنم، اما من میخواهم صحبت کنم روسی را به یگان خطاگی. خیلی لازمیه اگر آدم بخونه اذیت کنه. خب من این خیلی فکر میکنم چی میگیم؟ I think so. من این خیلی فکر میکنم. خب 12 مثال ما چی میتوانیم گوییم؟ شما کمک میکنید مرا. You help me. خب 13 چی میتوانیم بگوییم؟ ما صحبت میکنیم انگلیسی. We speak English. ما انگلیسی صحبت میکنیم. так اگر گوییم که من زندگی میکنم در این شهر. I live in this city. من در این شهر زندگی میکنم. I live in this city. یا اینکه من در روسیه زندگی میکنم. I live in Russia. برای چی رش نشده رش شد؟ کسی داند امیر در کامنتر نویسه بسیار خوب میشه. так مثال دیگر میتوانیم که خب من عین حال زندگی دارم در این شهر. مثال در تلفن یک کس صحبت نکنید شما. I am living in this city. اگر 17 مثال گوییم که مثال ما این را در یاد داریم. We remember it. ما این را در یاد داریم. We remember it. 18 مثال. خب 18 مثال اگر گوییم که من در آنجا کار میکنم. I work there. من در آنجا کار میکنم. خب 19 مثال. 19 مثال ما چی میتوانیم گفت؟ خب وی وقت خالی کم دارد. She has، این دخترک گفتیم. She has little free، خالی وقت. وی دارد وقت خالی کم. She has little free time. خب 20 چی میتوانیم گفت؟ اگر بگوییم که I speak English very well because I have real knowledge. خب اینا چی میگوییم؟ ترجمهش من صحبت میکنم با انگلیسی بسیار هم خوب برای آنکه من دارم سواد حقیقی. خب نکنیم من صحبت میکنم با انگلیسی بسیار خوب برای آنکه من دارم یک سواد حقیقی. I speak English very well because I have real knowledge. چه نویسیم؟ knowledge. I speak English. من صحبت میکنم انگلیسی very well، بسیار خوب. because برای آنکه I have، من دارم. real در اینجا صفت بچه. real اگر بگیم
реал намисо дар ҳақиқат. Real инҷа ҳақиқӣ мешавад, ҳақиқӣ. Knowledge дониш. Real knowledge чӣ хел дониш? Дониши ҳақиқӣ, real knowledge. خب این 20 از جمله‌های ما بود. خب امیدوارم که به شما خوش آید. حتما подписаться کنید و درس‌های نو را انتظار شوید. تا درس‌های دیگر موفق سربلند باشید.